اینو میخوام بهت بگم. نگاه روی دلار آمریکا نوشته ما به خدا توکل داریم. اینا به خدا توکل میکنن. این ارزش دلارشونه. این یه برگ میشه حقوق یه دونه کارگر توی ایران. یه کارگر توی ایران. این میخواد بشه حقوق یه چه میدونم پرستار مرستار تو ایران. این میخواد بشه حقوق یه مهندس. این میخواد بشه حقوق یه دکتر. آقا الان یه بازنشسته یه کارگر چجوری باید زندگی کنه با این وضعیت؟ قرار نیست زندگی کنیم. من کسی اینجوریه. اما اصلا یه چیزی بهت بگم. من 500 تومن حساب داشتم روز چهارشنبه. خب 500 تومن ریالی میخواستم دلارشو بخرم. این آقا بدقولی کرده به من الان که روز شنبه است اومدم دلارشو خریدم. 500 میلیون من 30 میلیونش نیست. نیست. اگه چهارشنبه خریده بودم 500 میلیون الان 3 برگ اضافه تر باید دلار میداشتم. یعنی 30 میلیون از پول من مهرز نیست. ما داریم در این مملکتی زندگی میکنیم که ریالمون عین یخ روز به روز داره آب میشه. آب میشه. آقا یکی به دادمون برسه. به خدا ببین، خدای بالا سر شاهده، خدای بالا سر شاهده، من 20 میلیون سود نکرده بودم رو 500 میلیون که الان 10 میلیونم زیرم. یکی به دادمون برسه. جوونیمون، عمرمون، زندگیمون داره به نمیدونم چی بگم. ولش کن.